ویدیوهای آوازخوانی سید امیر، نوجوان بدخشی در دل طبیعت، این روزها در رسانه‌های اجتماعی پربیننده شده. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را به خود جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کردند. شاخی گلی که پم سرم سایه کند سر باشد و لزار دل بر کمونه آی بالای بلند که تو خراب کرده آیم نرگسی مستی تو کباب